أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولتر از همه تشریف آوری همه شما را خواهیدان خوش آمدید میگم. و از ضمن گرچه عید گذشته 2 هفته ولی باز هم عید از صمیم قلب و تمامتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدا کنه که هر روزتان همونطور عید باشه، شبایتان برات. از 2 قاری جوان خود تقاضا میکنیم تا به استیج تشریف بیارن و آیات چندی از کلام الله مجید را با ما شما به خوانش بگیرن و بعد انشاءالله برنامه خود پیش میبریم. محمد جان و مدثر جان بفرمایید. تشکر میکنم از محمد جان و مدثر جان. افتخار ما هستند. ما یک قاریای بزرگ هم داشتیم. البته به احترامی نشه از اونا تقاضا نکردیم، خواهد به خاطر ازی که تفلکای ما تشویق شود. چهارکراف ما هستن برای مهاجرین کار میکنم و اینا را با اونا ارتباط میدیم تا بتونن حکومتی یا مشکلاتی که دارن مشکلاتشون حل شود و کمکایی که به اونا مد نظر گرفته شده بهشون داده شود. و از موضوع که هستن بهش مشارکت هستم. Good evening. Assalamu alaikum. Keyshawn, where are you? Oh, he's right up here. So if you look in the back of the room, Mr. Keyshawn is your family liaison. And then Patty and Rebecca are our colleagues on the welcome team. Right there. And then we have our leader Lucy as well here. آقای تیمی ما رو با معرفی کردن. اینجا هستن ما یکی افغان امریکن داریم، یکی امریکن افغان داریم. درست است؟ اینا که اصلا روز می‌بینن لباس افغانی پوشیدن، اینا امریکن افغان هستن. درست است؟ ما باشن ما برکاتشون نام بدیم و خانم جینی ما بودیم جینا، خانم جینا و جینی جان، جینا جان. درست است؟ جینا جان و خانم روسی ما نام بدیم لطیفه، خانم لطیفه. درست است؟ و خانم پتریشی هستن، گلزارز هستن، اونا رو برای خلواشه آمدیم، خانم خلواشه و به حرف نام آورد شد. خانم ریبکا هستن که همه ما کار میکنن، نمایان نام شده رینا آمدیم، خانم رینا یا امریکن افغان هستن که همه ما کار میکنن. So we are excited to be a part of this, but this was not really our dream. This was the dream of your school principal, and so we are excited to bring up Miss Moore tonight. My heart is so full today, seeing all of you, all of us here celebrating. Before I begin, Salaam alaikum. Miss Moore, I am the principal here. I'm the proud principal here. I'm so excited that you all are here, but I'm not alone. So some of our wonderful MAC staff are also here today. So if you work with these wonderful Charles Mack Elementary and the FACE department partnering for a very important reason. Why? Because you belong here. We want you here. We want your kids here. We love your culture here. And we want to make you feel like you have a place here at Charles Mack Elementary. Tashakar. هزاران آفرین بر جان دای ما، جوان عاشقان قربان دای ما.
مبارک باد عید روزداران، نیکویان جهان مهمانت ای ماه. همه مهمان سلطان وجودیم، خوشا به سفره احسانت ای ماه. و همه ما شما معلوم است که یا کدام صنف فارسی دری پشتوی ندارد، ولی به خاطر از اینکه فامیلا تشویق شوند، به خاطر از اینکه طفلای ما تشویق شوند، ما این چندمین بار است که همراه مکاتب خصوصا در روزهای فرهنگی ما ترانه های فارسی یا پشتو را همراهشان کار میکنم. در دیگر مکاتب این برنامه را داشته، ولی این اولین برنامه به خاطر این یک ترانه ایجی را که به طفلکان بسیار زیاد زحمت کشیدن، با امید روزی که پدرها و مادرها این وظیفه خود بدانند، در پهلوی از اینکه در یاد مکتب درس میخوانند در خانه لسان مادری فراموش نکنند. کمک باشند درس بده، حداقل در این فارسی یا در این پشتو از یادشان نره. که باشیم دنیا دل افروز است، دنیا دل افروز است. هر وقت که آشتی کنیم عید همان روز است، عید همان روز است. با هم مهربان که باشیم دنیا دل افروز است، دنیا دل افروز است. هر وقت که آشتی کنیم عید همان روز است، عید همان روز است. خورشید آمد، امناهید آمد، کاکا امید آمد، ماما نوید آمد، عید آمد، عید آمد، عید آمد، عید آمد، عید آمد، عید آمد. کنیم هر روز عید میشه، هر روز عید میشه. هلا 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 هلا. ما اگر اهل صمیمیت باشیم، قاصد محبت باشیم، هر روز عید میشه، هر روز عید میشه. هلا 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 هلا.
صافی سر نه نگوید الله دخترها چقدر منظم هستن کو بچه در روز برنامه یک چند آیت با تفکر مای نبی رو داده آفرین آفرین بچه کن اینال مارد جور اپلی میکنم